به میان بیست مطرب چو یکی زند مخالف، همه گم کنند ره را چو ستیزه شد قلاوز. تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید، تو چراغ خود برافروز تو یکی نی هزاری. دوستای عزیز، رفیقای نازنین، روزهای خیلی سخت داریم همگی ما و شما و در این روزها مهمترین مسئله این هست که کنار هم دیگر باشیم، صرف نظر از مسائل نجات پرستانه و قومی و مذهبی و نژادی و هر موضوع دیگری. انسان ها در شرایط بسیار سخت قرار دارند. در جنگ دوپوسیده امپریالیسم و فاندامنتالیسم انسان ها روز به روز روزمرگیر با مرگ زندگی میکنند، چه مرگ فیزیکی چه مرگ روحی. به این دلیل ما نیاز داریم از نگاه روحی کنار هم دیگر باشیم. ملت افغانستان و ملت ایران در روزهای سخت همیشه کنار هم دیگر بودن، همیشه، و از این بابت مردم افغانستان همیشه ممنون مردم ایران هست از اینکه در روزهای سخت میلیون ها مهاجر افغانستان پذیرا شدن. حالا خوبی و بدیایی داشته که امروز میگذریم از این. امروز روزی است که ما کنار هم دیگر باشیم، کنار هم دیگر باشیم. رفیقایی که در ایران هستن و نه به جنگ بگیم، فرق نمیکنه جنگ از طرف جمهوری اسلامی باشه، اسرائیل باشه، آمریکا باشه، اینا همه دولت های پوسیده و دولت های جنگ افروزی هستند که بر اساس جنگ زندگی میکنن. بقایی از اینا با خونریزی و کشتار هست. به این دلیل همبستگی ما بقایی از اونها رو پایدار میکنه. به امید همبستگی، به امید صلح و به امید آزادی در افغانستان، ایران و کل جهان. از بلخ برو آمدی، نه بلخی و نه رومی، هر بلخو در غزه کشتن مرا رومی. منو اسیان